مرکز استراتژیک اقتدار، پاسدار ارزش‌های فرهنگی. روز نوروز برای این جشن فرخنده اختصاصی دروازه آهنین قلعه گشوده شد. هر دو دل داده سنگ شده بودند. سنگ های خاموش. پیشگفتار مرکز مطالعات استراتژیک اقتدار. ادبیات فارسی صدای انسان است در طول تاریخ. صدایی که مرزهای سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسد، آنها را فرو می‌ریزد و خاطرات مشترک ملت‌ها را می‌سازد و حافظه مشترک را زنده نگه می‌دارد. ادبیات فارسی تنها زبان شعر نیست، بلکه حافظه یک تمدن است. تمدنی که در مرزهای امروز نمی‌گنجد و با نام‌های سیاسی از نو تعریف نمی‌شود و نام جدید نمی‌پذیرد. از بلخ و بخارا تا سمرقند و هرات و از غزنه تا نیشابور و سایر شهرها، این زبان قرنها حامل اندیشه، دانش و همزیستی فرهنگی بوده است. زبان فارسی زبانی است که اقوام و تبارهای مختلف برای رشد آن همت گماشته‌اند. به همین جهت در کنار فارسی‌تباران نقش سایرین در رشد این زبان ارزنده و مهم است. کتابی که اکنون میشنوید روایت یکی از همین صداها درباره یکی از شاه ستونهای این تمدن است. سمرقند، شهری که در شاهراه تاریخ ایستاده بود و فرهنگها را به هم پیوند می‌داد. شهری که عظمت خود را بر زیباترین شعرهای فارسی تحمیل کرد. کتاب مرکز ادبی سمرقند در شاهراه تاریخ نوشته پژوهشگر برجسته پروفسور صدری سعدی، اثری تحلیلی و مستند است که سمرقند را از حاشیه روایت‌ها به متن تاریخ ادبیات فارسی باز می‌گرداند. این اثر داستان شهری را روایت می‌کند که قرنها محل دیدار فرهنگ‌ها بود. شهری که ادبیات فارسی در آن نفس کشید، رشد کرد و بالید. شهری که همچنان و تا ابد دل همه فارسی زبانان جهان همراه با لسان الغیب شیرازی برای آن پیوسته می‌تپد. نویسنده با نگاهی ژرف و پژوهشی ما را به سفری تاریخی می‌برد. سفری از آغاز تولد شعر فارسی‌دری تا دوران معاصر. او نشان می‌دهد که سمرقند نه حاشیه بلکه قلب تپنده ادبیات فارسی بوده است. نویسنده با نگاهی تمدنی نشان می‌دهد که ماوراءالنهر و به ویژه سمرقند یکی از کانون‌های اصلی زبان و ادبیات فارسی است. در بخش‌های نخست کتاب به دوران پیدایش شعر فارسی دری باز می‌گردیم، دورانی که سمرقند همزمان با بخارا و بلخ از نخستین شهرهایی است که شعر فارسی در آن رسمیت فرهنگی می‌یابد. اما اهمیت سمرقند تنها در پیشینه ادبی آن خلاصه نمی‌شود، بلکه در تجربه تاریخی گفتمان‌های گوناگونی است که این شهر در خود جای داده است. سمرقند در دوره نخست شکوفایی حامل گفتمان فارسی یا تاجیکی سامانی بود، گفتمانی که زبان فارسی، خرد، دیوان سالاری و تولید فرهنگی را ریشه و شناسنامه تمدنی می‌دانست. در دوره دیگر، این شهر در امتداد گفتمان ترکی تیموری قرار گرفت. گفتمانی که با وجود تفاوت‌های تباری، نه تنها با فرهنگ فارسی در تضاد نبود، بلکه آن را به اوج شکوفایی رساند. در روزگار نخستین، فارسی در سمرقند به زبان اندیشه بدل می شود. در قرون میانی، شعر و ادب در این شهر شکوفا می گردد. سمرقند به مرکزی پویا برای دانش تبدیل می شود. مدارس، خانقاه‌ها، سایر مراکز و محافل ادبی به غنای زبان فارسی می افزایند. فارسی به زبان شعر، اندیشه و دانش بدل می شود، نه زبان حاشیه. در دوره تیموریان این شکوفایی به اوج میرسد، جایی که سمرقند و هرات به عنوان دو شاه ستون یکی از درخشانترین تمدن‌های منطقه را می‌سازند. پیشرفتی که بر پایه همکاری اقوام بنا می‌شود، نه حذف. تمدنی که بر پایه همکاری میان فارسی تباران و ترک تباران رونق می‌گیرد و در آن ادبیات، معماری و هنر در کنار هم می‌بالند. نکته بنیادین آن است در زمانی که گفتمان‌های گوناگون بر پایه همدیگر پذیری و تعامل مثبت بنا شده بودند، سمرقند رو به پیشرفت و تعالی داشت. همزیستی فرهنگی و گفتگوی تمدنی راز شکوفایی این شهر بود. اما این روند تاریخی به تدریج وقتی برخی گفتمان‌ها اساس خود را به حذف دیگران گذاشتند، دچار گسست گردید. گفتمان‌های قومی و تباری جای گفتمان‌های تمدنی را گرفتند، نه تنها این شهر و منطقه رو به افول نهاد، بلکه پایه‌های آن چنان سست شد که زمینه اشغال سریع آن توسط دیگران فراهم گردید و چراغ آن کم‌سو شد و رو به خاموشی نهاد. این تغییر بنیادین سمرقند، بخارا و سایر شهرها را از جایگاه تمدنساز دور کرد و آن را به سوی افول فرهنگی سوق داد.
با این همه تاریخ نشان می‌دهد که در دوره مدرن ادبیات فارسی در سمرقند خاموش نشد، بلکه با تغییر شرایط سیاسی به زبان جامعه و آگاهی بدل گشت. شواهد گواه آن است که با فراز سمرقند، منطقه نیز رونق یافت و با فرود آن، منطقه به حاشیه و اشغال رفت. وقتی بنا بر همکاری بود، منطقه شکوفا گردید و وقتی بنا بر حذف و انحصار گذاشته شد، رونق از این محیط رخت بربست. گرچه این کتاب درباره دیروز است، اما برای امروز ما نیز پیام‌های مهمی دارد. برای تاجیکستان، یادآور ریشه‌های عمیق هویت ادبی و فرهنگی است و از ریشه‌ها و استمرار فرهنگی می‌گوید. برای ایران کنونی، از پیوستگی تاریخی و گستره تمدن فارسی می‌گوید. و دعوتی است از این مرز و بوم به نگاهی فراگیرتر در ادبیات فارسی، حداقل در سطح ایران تاریخی. برای افغانستان، پیام کتاب بنیادین و راهبردی تر است و از امکان آینده می‌گوید. برای افغانستان امروز که از تمام ریشه‌های تمدنی خود جدا شده است، این تجربه تاریخی می‌تواند الهام بخش باشد، ایجاد هویت مشترک میان اقوام همسرنوشت چون تاجیک، ازبک، هزاره، بلوچ و دیگران. اقوامی که در گذشته و هم اکنون قربانی انحصارگرایی شده و از متن به حاشیه رانده شده‌اند. این همسرنوشتی اگر به آگاهی فرهنگی بدل شود، می‌تواند پتانسیل عظیمی در تولید فرهنگ و تمدن مشترک ایجاد کند و ادبیات همواره نخستین گام این مسیر بوده است. اکنون با شما هستیم با متن کامل کتاب صوتی مرکز ادبی سمرقند در شاهراه تاریخ با صدای گیرای خانم دلشاد فرهادزاد از شهر زیبای سمرقند. توجه! این پیشگفتار توسط هوش مصنوعی خوانده شده است و متن کتاب با صدای انسان یعنی خانم فرهادزاد خوانده می شود. صدری صدیق، مرکز ادبی سمرقند در شاهراه تاریخ، شهر تاشکند. نشریات ملی دولتی انسیکلوپدی ملی ازبکستان، سال 2012، 400 صفحه. سرسخن: سمرقند در طول قریب 7 قرن تاریخی، از قرن 11 تا میانه‌های قرن 16 پایتخت دولت‌های گوناگون سرزمین ماوراءالنهر بوده است. از آن جمله دوره حکمرانی پادشاهان سامانی نیز مستثنا نیست، زیرا پایتخت دولت این سلاله اول سمرقند بوده. امیران سامانی از همین جا تقریباً از نیمه دوم قرن 9 تا اولهای قرن 10 ماوراءالنهر را اداره کردند. تنها امیر اسماعیل، مقتدرترین پادشاه سامانی، پایتخت دولت را در اولهای قرن 10 از سمرقند به بخارا کوچاند و شأن و شوکت من بعده این دولت تا آخر قرن مذکور با همین پایتخت نو مملکت وابسته گردید. ولی پس از شکست دولت سامانیان و به تصرف ترکان خانیه یعنی قراخانیان در آمدن ماوراءالنهر در انتهای قرن 10، سمرقند از سر نو به پایتخت کشور تبدیل یافته این مقام خود را در دوام بیشتر از 2 قرن تا هجوم مغول‌ها سال 1220 حفظ کرد. اما در دوام تقریباً 1.5 عصر استیلای مغول‌ها از سال 1220 تا میانه‌های قرن 14 به علت انقراض اقتصادی و تنزل فرهنگی ماوراءالنهر، سمرقند چون پایتخت کشور مقام و اعتباری نمایان نداشت. تنها با ظهور امیر تیمور در میانه‌های قرن 14 سمرقند مقام خود را چون پایتخت ماوراءالنهر برقرار کرده آن را از نیمه دوم قرن 14 و تمام قرن 15 در دوام حکمرانی تیمور و تیموریان نگاه داشت. بعد از دست تیموریان به دست شیبانیان گذشتن ماوراءالنهر
در ابتدای قرن 16 هم سمرقند قریب نیم عصر دیگر همچنان پایتخت کشور حساب می شد. تنها از میانه های قرن 16 به جای آن بخارا پایتخت مملکت قرار گرفته این مقام خود را در 3.5 عصر اخیر نگاه داشت. همین طور سمرقند باستانی در دوره‌های طولانی تاریخ ماوراءالنهر زیاد از 5 عصر مرکز مأموری و پایتخت کشور ما بوده است. در تمام این دوره‌های طولانی تاریخی و طبیعی است که نه تنها مرکز سیاسی و مأموری کشور بلکه اینچنین مرکز فرهنگی و علمی و ادبی هم حساب می شد. در این مرکز اهل فرهنگ و هنر و علم و ادب از شهر و ولایت‌های کشور و خارج آن جمع می آمدند. در هر دوره در این شهر حیات علمی و ادبی کشور مرکزیت می یافت. تو هستی سرزمینی عشق و لبخند ای سمرقند، زمینی عاشقان و عارفانی، زمینی عاشقان و عارفانی، دوای درد و جانی عاشقانی، دوای درد و جانی عاشقانی. با تو دارم با تو صد رشته پیوند ای سمرقند، با تو دارم با تو صد رشته پیوند ای سمرقند. با فکر ما تاریخ سمرقند در عصر 10 نیز از این استثنا نبود. در آن دوران دوری تاریخی نیز سمرقند همچون پایتخت اولین دولت سامانیان یک مدت نسبتاً دراز مرکز علمی و ادبی کشور هم به شمار می رفت. در اینجا در دستگاه اولین پادشاهان سامانی ارباب علم و ادبیات جمع آمده مشغول ایجاد و تألیف و تصنیف علمی بودند. در دایره دربار سامانیان خصوصا نصر اول بن احمد سالهای 865 899 حیات ادبی به جنبش آمده بود. اما افسوس که در تصدیق این فکر دلیل و سندهای بی‌واسطه در دست نداره. در منبعها از خصوص مرکز ادبی سمرقند این دور معلومات نیست. لااقل از یگان شاعر یا نویسنده که فعالیت ایجادیش با این شهر علاقمند باشد خبر داده نشده است. با وجود این در پایتخت اولین سامانیان و دستگاه آنها جمع آمدن تعداد معین سخنوران را انکار کرده نمی توانیم. بعضی سندهای بی‌واسطه و قرینه‌های موجودند که در سمرقند جریان داشتن فعالیت ایجادی چند از سخنوران این دور را نشان می‌دهند. از جمله از روی تحقیقات آخرین دوره نخستین و طولانی زندگی و ایجادیات رودکی در همین شهر در دستگاه امیر نصر یکم سامانی گذشته است. اینچنین ممکن است بعضی شاعران معلوم معاصر رودکی که در منبعها نمایندگان مرکز ادبی بخارا قلمداد شدند یا حالا ما آنها را به همین مرکز ادبی منسوب می‌دانیم اصلا در سمرقند وابسته با دستگاهی پادشاهان اولین سامانی ایجاد کرده باشند. اما شأن و شهرت آینده مرکز ادبی بخارا در دوران حکومت امیر اسماعیل و پادشاهان پسین سامانی همان مرکز ادبی پیشینه قلمرو سامانیان را خیره کرده نمایندگان آن را از خاطرها سترده است یا به خودش منسوب نموده است. در دوره‌های من بعده تاریخی وابسته به این که سمرقند به طور قطعی و دائمی مرکز مأموری و پایتخت کشور قرار گرفت، چون مرکز ادبی نیز تشکل یافت، وسعت و اقتدار پیدا کرد، شهرت و اعتبارش بلند گردید. سمرقند سراپای تو زیبا
این شهر تقریباً از میانه‌های قرن 11 سر کرده تا آخر قرن 17 تعداد زیاد شاعر و نویسندگان مشغول سخن آفرینی بودند. در بین آنها بسیار سخنوران ممتاز توانا و زبردست هستند که با مقام بلند خود در ادبیات دورشان در ردیف بزرگان ادبیات عموم فارسی قرار دارند. سمرقند در قرن‌های 12-17 یکی از کلانترین مرکزهای ادبیات فارسی تاجیکی به شمار می رفت. این شهر پرآوازه ماوراءالنهر نه تنها در دوره‌های پایتخت کشور بودنش بلکه بعد این مقام خود را از دست دادنش در دوام عصرهای 16-17 نیز برابر پایتخت نو مملکت بخارا چون کلانترین مرکز ادبی کشور اهمیت خود را نگاه داشته است. اما در ادبیات شناسی تاجیک دیر باز نسبت مرکز ادبی سمرقند قرن‌های 16-17 یک عقیده بی‌بنیاد و باطل اصطلاح یافته آمده است. بنابر این عقیده که از طرف عبدالغنی میرزایف پیش رانده شده بود، سمرقند در دوره مذکور بعد از دست تیموریان و دست شیبانیان گذشتن ماوراءالنهر گویا همچون مرکز ادبی اهمیت خود را گم کرده است. این عقیده نه به اخبارات منبع‌ها و آموزش دقیق آثار ادبی دور بلکه همانا به حادثه تاریخی همچون پایتخت کشور مقام خود را از دست دادن سمرقند اساس یافته است. حالانکه منبع‌های ادبی برخلاف این عقیده شهادت می‌دهند. تمام بررسی منبع‌ها و تدقیقات ما دایر به مرکز ادبی سمرقند این دور که در باب دوم این کار انجام گرفته است از رونق حیات ادبی در این شهر گواهی می‌دهند. مهمترین نتیجه و دستاورد آموزش وضع ادبی سمرقند قرن‌های 16-17 آشکار و ثابت کرده شدن رونق حیات ادبی در این شهر می باشد. با همین مقام و اعتبار سمرقند چون مرکز کلان ادبی این دور در تاریخ ادبیات تاجیک برقرار کرده شد. بعدها در آخرهای قرن 19 و اولهای قرن 20 هم سمرقند اگرچه پایتخت یا مرکز مأموری کشور نبود ولی چون مرکز ادبی با بخارا برابری میکرد و در آن بسیار ادیبان مشهور و نامشهور منسوب به دو رویه ادبی سنتگرایی و معارف پروری سبزیده برآمدند. اما انکشاف تاریخی بسیار عصری ادبیات در مرکز ادبی سمرقند متصل و بی‌فاصله نبوده است. از آخر چهارک یکم قرن 13 تا میانه‌های قرن 14 و تقریباً از میانه‌های قرن 18 تا نیمه دوم قرن 19 صحیفه‌های خالی تاریخ ادبیات در سمرقند حساب می‌شوند. این دو دوره طولانی که فاجعه بارترین و تیره‌ترین دوران تاریخ ماوراءالنهر عموماً و سمرقند خصوصاً به شمار می‌روند. دوره‌های سکوت مرکز ادبی سمرقند و خاموشی کلی حیات ادبی آن می باشد. دوره یکم با هجوم خرابی آور و خانمانسوز مغول‌ها و در زمان استیلای طولانی آنها در ماوراءالنهر دیرگاه به تنزل و سکوت افتادن فرهنگ و علم و ادبیات علاقمند است. دوره دوم نتیجه خرابی کلی سمرقند در اثر به تدبیری و به خردی سلاله اشترخانیان آخرین در اداره ملک، اوج نزاع و کشمکش‌های خونین بین توده حکمران، خرابی کلی خواجگی مملکت، بالاروی ظلم و استبداد، بیش از پیش قشاق و بینوا گردیدن خلق است. در این دو دوره تاریخی سمرقند نه تنها چون مرکز ادبی اهمیت خود را گم کرده است بلکه در آن حیات ادبی تماما خاموش گردیده ادیب به ظهور نآمده است. از این رو دو دوره مذکور چون دوره‌های سکوت حیات علمی و ادبی از تاریخ ادبیات تاجیک در سمرقند استثنا می‌گردند. این از خصوصیت‌های فرق کننده راه ترقیات ادبیات تاجیک در یکی از کلانترین مرکزهای آن به شمار می‌رود. خدا داده با تو نام و نشانه، خدا
با نظرداشت راه ترقیات تاریخی ادبیات تاجیک در مرکز ادبی سمرقند، ما در این کار دوره‌بندی نوی را کاربست نمودیم که موافق آن تاریخ ادبیات فارسی تاجیکی در این مرکز ادبی به 3 دوره کلان، قرنهای 9-12، نیمه دوم قرن 14 تا آخرهای قرن 17، از نیمه دوم قرن 19 تا اولهای قرن 20 تقسیم شده، از آن قرن 13 تا میانه های قرن 14 و قرن 18 تا نیمه اول قرن 19 چون 2 دوره سکوت ادبیات استثنا کرده می شوند. این دوره بندی نه تنها برای ترقیات تاریخی مخصوص ادبیات تاجیک در سمرقند موافق است، بلکه قابل تطبیق عموما در تاریخ ادبیات تاجیکی نیز می باشد. باید گفت که تاکنون تاریخ ادبیات تاجیک اساساً از روی تغییرات سیاسی، عوض شدن سلاله‌های حکمران در ماوراءالنهر و خراسان و به میدان آمدن دولت‌های نو دوره‌بندی می‌شد. موافق آن ادبیات منسوب به دوره‌های حکمرانی سامانیان، قراخانیان یا الکخانیان و سلجوقیان، تیموریان، شیبانیان، اشترخانیان یا جانیان و منقیتیان، به ادبیات قرن‌های 9-10، ادبیات قرن‌های 11-12، ادبیات قرن 15، ادبیات قرن‌های 16-17، ادبیات قرن 18 و نیمه اول قرن 19، ادبیات نیمه دوم قرن 19 و اولهای قرن 20 جدا کرده آموخته و تعلیم داده میشد. اما دوره‌بندی نوی که در این اثر و بعض دیگر تحقیقات مؤلف در زمینه آموزش تاریخ مرکز ادبی سمرقند توصیه و کاربست شده است، نه به وابسته کردن ادبیات به سلاله‌های حکمران، بلکه به قانونیت‌های داخلی ترقیات تاریخی خود ادبیات، خصوصیت‌های کسب کرده آن در هر دوره ترقیاتش، تغییرات در موضوع و مندرجه، ژانر و اسلوب و دیگر رشته‌های آن به عمل آمده اساس می‌یابد. از بس که این تحقیقات تاریخ علمی ادبیات است، در آن بررسی روند ترقیات ادبیات موقع اساسی گرفته است. نخستین بار منظره عمومی، راه و روش ترقیات تاریخی ادبیات ممتاز تاجیک از دوره‌های قدیم آن تا اولهای قرن 20 در یکی از کلانترین مرکزهای آن روشن کرده شده است. خصوصیت‌های به خود خاص ادبیات در هر دوره تاریخی کسب نموده این مرکز ادبی معین گردیده است. باید گفت که جریان ادبی در سمرقند دوره‌های معین پیش از این نیز در بعض پژوهشات مؤلف و تدقیق گرفته شده بود. چنانچه در رساله سوزنی و محیط ادبی سمرقند عصر 12 راه ترقیات مخصوص ادبیات تاجیک در حوزه ادبی ماوراءالنهر، روند از دایره دربار حکمداران و محیط وسیع شهر برآمده میان گروه و طایفه های گوناگون مردم آن انتشار یافتن ادبیات و غناوت و گوناگون رنگی همه جانبه آن کشف شده بود. خلاصه های تحقیقات مذکور در این کار نیز استفاده شده‌اند. اما آموزش محیط ادبی سمرقند در قرن‌های 15-17 که باب اساسی و مهمترین تحقیقات مورد نظر را تشکیل می‌دهد، اولین بار گزارش می‌یابد. آموزش ادبیات این دور همان روند در محیط شهر و میان طایفه و طبقات گوناگون آن پهن شدن ادبیات که در دوره پیشین عصر 12 آغاز گردیده بود به انجام رسیده است. و این طریقه دوام جنبش ادبی قرن 12 بودن رونق ادبیات قرن‌های 15-17 وارثیت بین این دو دوره ترقیات ادبیات معلوم گشت. تو جانی شاعران قصه سازی، تو جانی شاعران قصه سازی، زبونی قصه های دل نوازی، ای سمرقند زبونی قصه های دل نوازی،
به این طریقه دوام جنبش ادبی قرن 12 بودن رونق ادبیات قرن‌های 15-17 وارثیت بین این دو دوره ترقیات ادبیات معلوم گردید. به این طریق این تحقیقات به حکم تاریخ علمی ادبیات تاجیک است. در آن گزارش و بررسی تاریخ ادبیات در یک مرکز آن منحصر گردیده باشد هم، ولی ترقیات عمومی بسیار عصری ادبیات تاجیک با دوره‌های معینش نیز انعکاس خود را یافته است. به طرز دیگر گوییم تاریخ مرکز ادبی سمرقند در عین زمان به اندازه زیاد تاریخ عمومی ادبیات تاجیک نیز حساب می شود. از بس که هدف اساسی این تحقیقات جریان ترقیات ادبیات است، در آن چهره‌های ادبی کمتر بررسی شدند. با وجود این بعد ابزار حیات ادبی یا بررسی مسئله‌های رونق ادبیات هر دور ضرورت توصیف ایجادیات چند از نمایان‌ترین چهره‌های آن پیش آمد. به اعتبار آنکه بسیار مسئله‌های رونق ادبی هر دور به واسطه بررسی آثار ایجادی برجسته‌ترین نمایندگان آن روشن‌تر می‌گردند، اندیشه و خلاصه‌ها اساسناک شده پوره به ثبوت می‌رسند، تکمیل و انکشاف می‌یابند. خلاصه کلام، توصیف‌نامه‌های چهره‌های جداگانه ادبیات این یا آن دور چون دوام بی‌واسطه و تکمیل و انکشاف بررسی جریان ادبی ارزش دارند. بیشترین چهره‌های ایجادی یا آچرک‌ها دایر به نمایندگان برجسته محیط ادبی سمرقند دوره‌های معین تاریخی در ادبیات شناسی تاجیک اولین بار در همین کتاب به وجود آورده شده. از همین جمله رشیدی سمرقندی، امعقی بخارایی، نظامی عروضی سمرقندی، شطرنجی سمرقندی عصر 12، بساطی سمرقندی، ریاضی سمرقندی عصر 15، سلطان محمد نظامی، اشکی سمرقندی، مراد سمرقندی عصر 16، سرافراز سمرقندی، ممتاز سمرقندی، فطرت زردوز سمرقندی عصر 17 و چند هوایت تازه و آبی تروشن، هوایت تازه و آبی تروشن، همیشه نوری مهتابی تروشن ای سمرقند، همیشه نوری مهتابی تروشن ای سمرقند. سمرقند ای سمرقند ای سمرقند، سمرقند ای سمرقند ای سمرقند، تو هستی سرزمین عشق و لبخند ای سمرقند، تو هستی سرزمین عشق و لبخند ای سمرقند. دیگران اما از نمایندگان برجسته مرکز ادبی سمرقند در نیمه دوم قرن 19 و اولهای قرن 20 هادی سمرقندی، سپندی سمرقندی، وصلی سمرقندی، نقیب خان طغرل، عجزی سمرقندی، جرأت سمرقندی که آچرک‌های مختصر روزگار و آثارشان از این کتاب جای گرفتند در ادبیات شناسی ما کم و بیش آموخته شدند. با وجود این چهره‌های ایجادی آنها به طرز نو آفریده شدند. نهایت همین را باید گوشزد کنیم که این تحقیقات کاملا در اساس استفاده به واسطه منبع‌ها یا سرچشمه‌ها انجام گرفته است. در تالیف آن اساساً اخبارات و حجت‌های مهمترین منبع‌ها دایر به آموزش تاریخ ادبیات تاجیک، تذکره‌های مشهور لباب الالباب محمد عفی بخارایی تالیفش سال 1222، مجالس النفائس میر علی شیر نوایی تالیفش 1491، تذکیرت الشعراء دولتشاه سمرقندی تالیفش 1490، مذکر احباب حسن خواجه نثاری بخارایی تالیفش سال 1566،
تذکیرت الشعراء سلطان محمد مطریبی سمرقندی، تالیفش سال 1605. مذاکر الاصحاب محمد بدیع ملیحی سمرقندی، تالیفش سال 1688 و یک قطار دیگر منبع‌های دوم درجه، اینچنین آثار باقی مانده شاعر و نویسندگان که از قرن 10 تا اولهای قرن 20 در سمرقند ایجاد کرده‌اند مورد استفاده و مطالعه و بررسی بیوسته قرار گرفت. زمینی عاشقان و عارفانی، زمینی عاشقان و عارفانی، دوایی درد و جانی عاشقانی، دوایی درد و جانی عاشقانی. با تو دارم با تو صدرش تپایوان ای سمرقند، صدرش تپایوان ای سمرقند. با تو دارم با تو صدرش تپایوان ای سمرقند. نهایت همین را باید گوشزد کنیم که این تحقیقات کاملا در اساس استفاده بی‌واسطه منبع‌ها یا سرچشمه‌ها انجام گرفته است. در تألیف آن اساساً اخبار و حجت‌های مهمترین منبع‌ها دایر به آموزش تاریخ ادبیات تاجیک. تذکره‌های مشهور لباب الالباب محمد عوفی بخارایی، تألیفش سال 1222. مجالس النفایس میر علی شیر نوایی، تألیفش سال 1491. تذکیرت الشعراء دولتشاه سمرقندی، تألیفش سال 1490. مذکر احباب از حسن خواجه نثاری بخارایی، تألیفش سال 1566. تذکیرت الشعراء سلطان محمد مطریبی سمرقندی، تألیفش سال 1605. مذاکر الاصحاب محمد بدیع ملیحی سمرقندی، تألیفش سال 1688 و یک قطار دیگر منبع‌های دوم درجه، اینچنین آثار باقی مانده شاعر و نویسندگان که از قرن 10 تا اولهای قرن 20 در سمرقند ایجاد کردند مورد استفاده وسیع و مطالعه و بررسی بی‌واسطه قرار گرفتند. از نسل آفتاب، از شهد ماهتاب، از اوج قله‌های سرافراز